درودی خداوند بر شما عزیزان دل. امیدوار هستم که در هر کجای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید و مخصوصا در این شب‌های بسیار وزین که چقدر که شما میدونید تمام دنیا را یک بیماری بسیار وزنین با نام کرونا ویروس فرا گرفته است و دعا میکنم از خداوند که خداوند شما را از این کسل امین نگاه داره و همیشه در خانه های شما خرسندی و شادی باشد، هیچگاه درد و غم نبینید. و عزیزان دل، به چه خاطر این ثبت ویدیویی رو درست کردم؟ به خاطر آن که میخواستم از طرف خود یک ذره هم باشد و کوشش شما رسانم که شما بیدار شوید و فکر نکنید که این بیماری از کنار شما میگذرد و شما رو نمیرسد اگر از احتیاط کار نگیرید و توصیه دکتران را اجرا نکنید. حتما این بیماری شما رو فرا میگیرد و دعا میکنیم که اصلا خداوند شما رو امین نگه دارد. و در این شب و روزها چقدر که شما میبینید ما هم از همه کنسرت ها، از همه کار، از همه یعنی نقشه هایی که در سال 2020 داشتیم آنها لغو شدن و یعنی با تاریخ دیگر گذاشته شد. این هم از سبب آن که این بیماری بسیار اوج گرفته ایستاده است و ما در این شهر تورنتو هستیم، فعلا زندگی میکنیم و درستی باور کنید ما را از خانه برآمدن هم نمیمونند. و بسیار از شما خواهش میکردم مخصوصا در تاجیکستان عزیزان دل بسیار احتیاطکار باشید و این کسل رو نادیده نگیرید و از همه شما خواهش میکنم که با کرانتین رعایت کنید. هر چندم که در تاجیکستان کرانتین نباشند که شما کرانتین خود را تشکیل کنید در خانواده خود، برای عائله های خود، برای فرزندهای خود و بازم در پناه الله باشید و توصیه دکتران را اجرا کنید. همیشه دستا رو در یک روز 5 بار نه و 10 بار شوید. خداوند نگهبان شما باشد. من همیشه دعاگوی شما هستم با امید دیدار شما عزیزان دل. خداحافظ.